بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، ابو اسحاق البیری رحمت الله علیه در منظومه آداب خود گفتند که ابا بکر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك ان عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان نهيت وان امرت. ابو بکر، من تو را به یک چیز دعوت کردم که در آن نصیبه تو هست اگر عقل خود را کار فرمایی، اگر خوب درک کنی، خوب بفهمی در آن چیزی که من تو را به آن دعوت کردم در آن نصیبه تو هست. حظون نصیبه هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم گفت که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی شما را در فرزنداتون وصیت میکند که للذکر مثل حظ الانثیین، پسر بچه های شما نصیبه دو برابری دختر بچه های شما را میگیرد، یعنی دختران شما را. حظ نصیب. خیلی که پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتند که و ان العلماء هم ورثة الانبیاء، و علما میراثخوان پیامبران هستند. و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبرها دینار و درهم میراث نگذاشتند. انما ورثوا العلم، پیغمبرها علم میراث گذاشتند. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کسی که اگر میراث پیغمبرها را گیرد نصیبه مکمل را گرفته است. حظ در حدیث هم آمد و در قرآن هم در سوره نساء درباره آیات میراث آمده است. و این حدیثی که درباره حظ پیغمبرها را کسی میگیرد، میراث پیغمبرها را میگیرد، حظ و نصیبه مکمل را گرفته است، امام بخاری رحمت الله علیه در صحیحشان تعلیقا آوردند و امام ترمذی و ابو داود و ابن ماجه در سنن ذکر کردند. حافظ در اینجا میگویند که من تو را به یک علم دعوت میکنم، الی علم تکون به اماما، به علم دعوت میکنم که به سبب آن علم تو امام میشی. امام یعنی پیشوایی که مردم از قفای او راه میگردند، یعنی لغتا یعنی به او اقتدا میکنند، او راهبری مردم میشود. نه به این خاطر که به همین خاطر شده علم آموزی، بلکه علم را باید به خاطر الله سبحانه و تعالی آموخت. لیکن نتیجهش همین است. وقتی که این علم را می آموزی وعده الله تعالی هست که الله سبحانه و تعالی مرتبت را می بردارد، امیر میشی. مطاعا ان نهیت و ان امرت، وقتی که نهی کردی مردم را نکن گفتی، کن گفتی، مردم اطاعت میکنند. اصلش ولات الامور، صاحبان امر، مسلمان ها را الله تعالی به اطاعت صاحبان امر کرده است. الله تعالی میگوید که اطاعت الله تعالی کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت الله تعالی کنید، اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم کنید و اولی الامر منکم. و نگفت که و اطاعت اولی الامر منکم نگفتو و اولو الامر خود را هم گفته عطف کرد، یعنی مضمونش اطاعت کنید، لیکن کلمه اطاعت کنید را تکرارا ذکر نکرد. برای چی؟ برای اینکه اولو الامر سخن آنها همه وقت قابل قبول نیست. همه وقت آنها را اطاعت کرده نمیشد. همان وقت آنها را اطاعت کرده میشود که امر و نهی آنها طبق امر و نهی الله تعالی باشد. اولو الامر کی هست اصلش؟ این علما هستند. برای آنکه الله تعالی در سوره نساء آیت 83 میگوید که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به
ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. و اگر بر مسلمان ها یک آوازه، یک خبری رسد، خواه آن خبری امنی باشد، خواه خبری خوف باشد، خواه خبری خرسندی، خواه خبری بد باشد، اینه باید همین خیل با برابری شنیدن پهن نکنند. اگر آن را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردانند، در حالت زنده بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اول آمده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رساند و در صورت بعدی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و الی اولی الامر منهم، به اولو الامر خداشان آورده رسانند. اولو الامر آنهایی که امر میکنند مردم را. بعد در دوام سیاق میفهمید که اولو الامر کی است. اصلا اولو الامر امیر است یا عالم است. الله تعالی گفت که و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. از بین آنها، آنهایی که استنباط میکنند، حکم میبرارند، مصلحه و مفسده را جدا میکنند که اینها عالما هستند، از یک پهن کردن خبر فایده هست یا ضرر هست. خبر کردن، پهن کردن ان همین خبر به ان همین اسلوب آیا بر فایده مسلمان ها و بر ضرر دشمنان مسلمان ها هست یا عکس؟ اینه کی میفهمد؟ اینا عالم ها میفهمند. اصلا امیر باید عالم باشد. خیلی که وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم راهبر بودند، عالم ترین مردم بودند و امیری مردم بودند. وقتی که از دنیا گذشتند، حضرت ابوبکر صدیق خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم شدند، جاینشین رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید، جاینشین یعنی زن آمد گفت که یا رسول الله درباره میراث سوال کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوالش جواب ندادند و گفتند که دیگر وقت بیا. شاید مشغول بودند، دیگر وقت بیا. گفت که لم اجدک، اگر من در صورت بیایم و شما نباشید چی؟ کانها ترید الموت. راوی میگوید که گویا وی موت را در نظر داشت، یعنی من به نزد شما آیم و شما از دنیا وفات کرده باشید چی؟ ایتی ابابکرین، به نزد ابابکر بیافتند، به یگان فکر و خیال، به یگان شک و شبهه، با دل پر، با زبان برا، ایتی ابابکرین، به نزد ابابکر بیافتند. یعنی در مسئله های دینی هم و در نماز هم وقتی که بیمار شدن، مرو ابابکرین فلیصلی بالناس، امر کنید ابوبکر که به مردم امامتی کند. یا رسول الله، ابوبکر شخصی که قلبش ملایم است، در مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، در محراب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میایستد او خود را داشته نمیتواند، او گریه میکند، نماز نمیتواند خواند. بنابراین فرمان دهید یا رسول الله عمر به مردم امامتی کند. گفتند که مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابابکر را امر کنید که به مردم امامتی کند. نماز یعنی ستون اسلام است، باید پیشوای مسلمان ها پیش گذارد. و جعلنا للمتقین اماما، پروردگارا ما رو به تقواها امام و پیشوا گردان. دعای بندگان نیک الله تعالی، یعنی به این دعا الله تعالی ثنا گفته است در سوره فرقان. پروردگارا ما را به پرهیزگاران و تقواداران امام بگردان، پیشوا بگردان. نماز ستون اسلام است، ستون دین مقدس اسلام است. یک انسان به پیش گذشته به الله تعالی مناجات میکند، اهدینا الصراط المستقیم، پروردگار ما را برای راست هدایت کن، ما را از راه گمراهی که برای آنها غضب کردی یا گمراهان ما را در پناهت نگه دار. دیگرها از قفاش آمین میگویند. یعنی این شخص باید عالم ترین مردم باشد. وقتی که به حج امیر لازم بود،
حضرت ابوبکر را امیر کردند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و علم المناسک ادق ما فی العبادات، علم حج در داخل عبادت ها نازکترین علم ها هست. کسی را اگر علمی او را سنجیدنی باشه در علوم عبادات، یعنی طهارت، نماز، زکات، روزه، حج، بزرگترین مشکلترین مسئله ها در این 5 مسئله حج است. ولولا علمه، اگر ابوبکر علم نمی داشتند پیامبر علیه السلام به عبادت حج ابوبکر را راهبر کرده نمی فرستانیدند. ابو سعید خدری میگویند که خیلی که در صحیح بخاری ثابت است و کان ابوبکر اعلمنا، و ابوبکر عالم ترین امت اسلام بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی به یک بندهش اختیار داده است بین آن چیزی که در نزد الله تعالی هست و بین حیات دنیا، اختیار کن آن بنده آن چیزی که در نزد الله تعالی هست آن را اختیار کرده است. فبک الصدیق، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گپ را گفتند ابوبکر گریه کردند، دیگر تمام حاضرین چیزی نفهمیدند. گفتند که سبحان الله، الله تعالی به یک آدم اختیار داده است بین پیش خودش و بین حیات دنیا، برای چی این موی سفید گریه میکند؟ برای چی این شیخ ابوبکر صدیق گریه میکند؟ و کان ابوبکر اعلمنا، سپس که برای آنکه ابوبکر عالم ترین ما بود و ای فهمید دیگرها نفهمیدند که مراد از این شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که الله تعالی و پیامبر علیه السلام پیشنهاد داده است که دین را مکمل به مردم رسانیدی، چه خیلی که از آسمان آمد، امانت را رسانیدی، وظیفه را اجرا کردی، اگر خواهی اکنون وقتی غلبه آمد تمام مردم دیگر ترسیدند از بزرگی اسلام، اسلام قنات خود را کشاد، عزت و بزرگی خود را پیدا کرد بعد اینکه غریب بود در ابتدای امر، عینی حیات دنیا شیرینیش آمده بود، سخنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم اجرا می شد. خواهی زندگی کن، نخواهی آن چیزی که در نزد الله تعالی است اون را اختیار کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش الله تعالی را اختیار کردند. و ابوبکر برای فراق رسول الله صلی الله علیه وسلم که از این روز اعتبارا از پیامبر صلی الله علیه وسلم جدا می شوند، نمیدانم به کدام مدت، 2 ساله که حقیقتا بدون رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کردند، 2 سال از شخص محبوب ترینش جدا شدن این وزنین بود. بنابراین گریه کردن و هیچ کسی نفهمید. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم خواستند که از بین مسلمان ها یک کس را امیری مسلمان ها، خلیفه مسلمان ها اعلان کنند، گفتند که یک قلم و یک کاغذ بیارید تا اینکه من نویسم که امیری مسلمان ها کی است، با نشود که یگان کسی اختلاف کند. و وقتی که به آوردن قلم و کاغذ رفتن، چه خیلی که شیخ الاسلام در منهاج السنه این مسئله ها را به تفصیل آوردند، بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم از نوشتن دست کشیدند، گفتند که یأبی الله والمؤمنون الا ابابکر، من این ورق به خواه نویسم الله تعالی و مسلمان ها غیر ابابکر دیگر کس راضی نمیشن. گفتن واقعا نمیخل شد. بعدی پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمان ها ابوبکر را اختیار کرده آمده بیعت کرده. انا همین گونه وقتی که ابوبکر از دنیا گذشتن خلیفه را معین کردن که عمر است، برای اینکه عمر بعد ابوبکر عالم ترین امت بود، عالم ترین شخص امیر میشد. انا هم با الله تعالی امیر اطاعت کن میگود، پیامبر صلی الله علیه وسلم امیرت اطاعت کن میگود، مقصد عالم است، نه اینکه امیرها یک شخصان بی سواد باشن و عالمها در مسجد نشینند. اصلش نماز جنازه هم امیرها میخواندند. ببینید حجاج ظالم با وجود ظالمیش نماز جمعه برآمد میکرد، جنازه هم میخوان، عید هم میخوان، جهاد هم میرفت، همش با همراهی امیر میشد. امیر باید عالم ترین مردم باشد. بنابراین گفتن که
إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. این عباره هم در درس گذشته در درس یکم کمی ترجمه کرده بودیم. وقتی که تو علم گرفتی فایده اول این است که امیر میشی. امیر میشی که وقتی که امر کردی و نهی کردی مردم تو را اطاعت میکنه. این فایده یک. دویمش و یجلو ما بعینک من غشاها. دویمینش و یجلو ما بعینک من غشاها. آن پرده که در چشمت هست به سبب علم گشوده می شود. اگر غشاها خوانیم، گفتیم که اگر عشاها خوانیم آن ضعیفی چشمت به سبب علم با قوت می شود. بینایی چشمت قوت می گیرد به سبب علم. و یهدیک السبیل اذا ضللت. و اگر رفت و گمراه شدی به واسطه علم تو راه را یافته می برایی. فرض کردیم در یک کشوری بیگانه شما راه را گم کردید. اگر که مثلا اینترنت داشته باشید و نویگاتور را به کار فرمایید شما گشته به راه راست میبرایید. یعنی اگر همین گونه تشبیه کنیم، اگر رفت و در یک مسئله خطا کنید لیکن علم داشته باشید و بازگشت به علم کنید، تفکر و تدبر کنید، گشته راه راست را میابید. در بعضی نسخه ها و یهدیک طریق اذا ضللت آمده است و علم تو را به راه راست هدایت میکند اگر رفت و گمراه شدی. و تحمل منه فی نادیک تاجا و یکسوک الجمال اذا اغتربت. خب در عباره و تجلو ما بعینک من عشاها و تهدیک السبیل اذا ضللت، در تذکرة السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم، بسیار کتاب است درباره آداب عالم و آداب طالب علم و کتابی که بسیار همت طالب علم را بلند می‌بدارد. تذکرة السامع والمتکلم گیرید خوانید. سخن حضرت علی رضی الله عنه را آوردن که حضرت علی گفتن که کفا بالعلم شرفا ان یدعیه من لا یحسنه. به بزرگی علم کفایتی میکند اینکه دعوا کند علم را آن کسی که ندارد. یا کسی که علم ندارد دعوای علم میکند. شخصی که علم ندارد دعوا میکند علم را. کفا بالعلم شرفا ان یدعیه من لا یحسنه و یفرح به اذا نسب الیه. و اگر علم به او نسبت داده شود خرسند میشه. یا آدمی بی علم را اگر گوید که فلانی علمی با قوت دارد، علمی وسیع دارد، گوید خرسند میشد. به شرف و بزرگی علم همین کفایه است که شخصی که ندارد با داشتن آن، وقتی که اگر گفته شود که فلانی دارد گفته خرسند می شود. و کفا بالجهل ذما ان یتبرأ منه من هو فیه. و این چنین به مذمت نادانی، به بد بودن بیسوادی کفایه است که یا آدمی بیسواد گوید خفه می شود. سبحان الله، آخر علم ندارد، بیسواد است، بیسواد گوید خفه می شود. انا همین برای مذمت نادانی بس است میگم. نادان اگر نادان گوید خفه میشد. وای بر حال آنهایی که جهلشان مرکب است، نادانشان از دو نادانی ترکیب یافته است. نمیدانند، باز نمیدانند که اونها نمیدانند. بنابراین الله سبحانه و تعالی در سوره انعام یک مثال عجیبی زده است به آن شخصی که تفکر میکنه. میگوید که او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. آیا آن آدمی که مرده بود، یعنی کافر بود، از دین دور بود، فاحییناه، ما او را زنده کردیم. یعنی زنده کردیم به معنای علم دادیم، ایمان آورد. وجعلنا له نورا،
ما برای اون نور دادیم یمشی بهی فی الناس، با اون علم در بین مردم راه میگردد. یعنی علمش برای او راه را روشنی میکند، او با علم و با روشنی علم خودش راه میگردد و مردم که نابینا هستند، مردم عوام، از قفای او میروند. یعنی آیا این آدم و آن آدمی که در ظلمات و تاریکی کفر است برابر است؟ هیچگاه برابر نیست. استفهام انکار است. الله تعالی انکار میکند. یعنی الله تعالی آن کسی که علم دارد و شخص زنده و شخصی که در بین مردم راه میگردد با بینایی گفته مثال آورده است. بعد از آن مصنف گفتند که و تحمل منه فی نادیک تاجا و یکسوک الجمال اذا اغتربت. علم برای تو در نزد مجتمعت، در نزد قومت، نادی یعنی مکانی که مردم در یک جا جمع می شوند، اهل محله، اهل شهر، مجتمع. در بین مجتمع انسان کسی اگر علم داشته باشد و تحمل منه فی نادیک تاجا، در بین جمعیتت به سبب علم تو تاج می پوشی، تو تاجدار هستی. و یکسوک الجمال اذا اغتربت، و اگر از نزد قومت به مسافرت روی، غریب شوی، جمال و زیبایی می پوشاند علم تو برای تو در غریبی هم. یعنی اگر عالم شوی در نزد قومت هم خار نمی شوی، و اگر رفت و به سفر و به هجرت برآمدی، غریب شدی در دیار بیگانه، در آنجا هم علمی تو برای تو زیب و زینت می شود. نادی که النادی مکان و المجتمع، ندی مجتمع القوم، جایی که مردم جمع شده. الله تعالی در سوره علق میگوید که فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه. نادیه یعنی قومش جمع کند، یعنی در بین قومش آدمی که علم دارد، اگرچه لباس زیبا ندارد، اگرچه کمبغل است، اگر در نزد قومش در یک جا جمع نشینند، اگرچه شخص علمدار لباس زیبا نداردم، علمش برای او لباس زیبا هست. و رفت و اگر غریب شود، در غریبی هم علمی او برای او لباس زیبا میشد. اگر اغتربت خوانیم، اگر اعتریت خوانید، و یکسوک الجمال اذا اعتریت، از کلمه عریان. و اگر رفت و بی لباس مانی، یعنی لباسی عادی، لباسی ساده، اگر شخص عالم داشته باشد، باز به سبب آنکه علم دارد و جمال دارد. یا آدم بی سواد لباسی زیبا پوشیده شیند، و در نزد قوم قدر و قیمت نداره به یک لباس. علم قدر و قیمت انسان را بالا میبردارد. ینالک نفعه ما دمت حیا و یبقى ذخره لك ان ذهبت. بعد مصنف گفتند که یکی از فایده های دیگری علم، در اینجا چند فایده های علم را بیان کردن. ینالک نفعه ما دمت حیا، مادامی که زنده باشی فایده علم به تو میرساند. اصلش علم را خیلی که امام احمد رحمت الله علیه گفتن برای چی علم میگیریم؟ برای رفع الجهل عن نفسه و عن غیره، با مقصد برداشتن جهل از خودش. مقصد آموختن علم، انسان علم می آموزد با این مقصد که جاهلی را از خود بردارم، برای آنکه جاهلی درد است. پیامبر علیه السلام گفتند که انما شفاء العی السؤال، شفای نادانی سؤال است. گفتند شفای نادانی سؤال است. بنابراین امام مجاهد خیلی که در صحیح بخاری آمده است که آدم متکبر و آدم شرم دارنده علم نمیگیرد. شرم دارنده شرم میدارد که در حضور دیگر طالب علم سوال دهند. از همین سوال دهند مردم میخندند که همین هم نمیداند مثلا، یا برای سوال کردن عموما شرم داره. این آدم هم علم نمیگیرد. برای چی؟ یک چیز میخواهد در نزدش اشکال دارد، پرسیدن به شرم میدارد، همین خیلی میماند، همین مسئله نمیداند حکمش. متکبر چی؟ متکبرم یعنی کبر داره، او شرم نمیداره، او بی حیا هست. لیکن میگوید که از من همین پرسم
مقصد شاید دیگر طالب علم میگن که نمیدونست همینم، یعنی نه از روی شرمش بلکه از روی کبرش، یا اینکه از همین شخصی که کمبغل است یا یک منصب و یک مقام عالی ندارد، نه در زیبایی از من بالا هست، نه در پول و مال از من بالا از من، برای چی از این بپرسم؟ گفته کبر میکند و از عالم نمیپرسد، این هم عالم نمیشد. این امام مجاهد شاگرد عبدالله ابن عباس گفتن. خلاصه جهل این نادانی هست، نادانی درد است و شفاش علم است، پرسیدن است. بنابراین انسان درد را باید از خودش دور کند، هم از روی عقل و هم از روی نقل. وقتی که به سرتان درد آمد شما باید در تبابت این درد باشید، چیکار کنید که همین درد از بدن شما بیرون براید. بنابراین انسان باید علم گیرد. ینالک نفعه ما دمت حیا، فایدهش به تو میرسد وقتی که تو زنده هستی، میدونی چه خیلی طهارت میکنی، میدونی چه خیلی نماز میخونی، الله تعالی رو میشناسی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر آن چیزی که من میدانستم شما هم میدانستید بسیارتر گریه میکردید، کمتر خنده میکردید. در بعض روایت ها در کورپه ها با زن ها یعنی لذت برده خواب نمیکردید و به بلندی ها می برآمدید، تجأرون الی الله، به سوی الله تعالی از صدق دل مناجات و تضرع میکردید. اگر من میدونسته که چیز شما میدونستید. یا یکی در بعض لفظ ها آمده است که لو رأیتم ما رأیتو، اگر شما میدیدید آن چیزی که من دیدم بسیارتر گریه میکردید و کمتر خنده میکردید. و ما رأیت یا رسول الله، شما چرا دیدید یا رسول الله؟ گفتن که رأیت الجنة و النار، من جنت و دوزخ را دیدم. بنابراین وقتی که انسان علم دارد، از عقیده درست با خبر است، از احکام نماز و زکات و روزه و از هر کاری که میکند از آن با خبر است و از احکام دین و دنیای خود با خبر است، از علم خود فایده میگیرد. و یبقى ذخره لك ان ذهبت، و ذخیرش هم وقتی که تو از این دنیا میروی به تو میماند. ذخیره در بعضی نسخه ها ذخره آمده، ذخیرش، یعنی وقتی که انسان علم گرفت، وقتی که از دنیا گذشت ذخیره میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در صحیح مسلم آمده است گفتن که اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، اگر وقتی که انسان گذشت تمام عملهایش ثوابش کنده میشه. چند رکعت نماز خونده تمام قدر ثواب میگیره، تمام. چقدر روزه داشتید چند سال، انا همون قدر ثواب میگیرید، کنده میشد عملهایتان. الا من ثلاثه، غیر 3 نفر آدم ها. من صدقه جاریه، شخصی که صدقه جاریه کرده است، صدقه جاریه، مدرسه، دانشگاه، مسجد، هر چیزی که فایده و دوامناک است، مانند وقف ها که مردم مسلمان از وی استفاده میبرند بر دوام. انسان در قبر خواب است، مردم نماز خوانده ایستادند، مردم فایده گرفته ایستادند از مهنتی که او کرده است، از صدقه جاریه که او کرده است. یا مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقف به وقف بیشتر مردمی که مقصد دهقان بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم باغ را توصیه کردند. بعضی صحابه ها مانند کعب بن مالک باغ خود را وقف کرد، یعنی یک باغ را که مثلا عبارت از 100 گکتر است یا 10 گکتر است وقف میکنید. حاصلی ان همین باغ به طالب علمان شهر تقسیم کرده می شود تا اینکه آنها به دنیا و جمع پول و مال و تأمین زن و فرزندانشان مشغول دنیا نشوند و همین شهر چقدر طالب علم داشته باشد، برای طالب علم ها همین مال حاصل باغ تقسیم کرده می شود. یک قسمش را باغبان می گیرد، یک قسمش به خود زمین صرف کرده می شود، این معین می کند با صاحب وقف، باقی ماندهش خیر کرده می شود. یا برای یتیم های شهر،
یا برای مسکین ها یا برای تعمیر مسجد ها و مدرسه ها مثلا کی چه خیلی وقف کند تا روز قیامت باید همین بردوام رود و یک کس ناظری وقف تعیین میکند امانت نگهدار باشد تا اینکه این آدم هم پیش از وفاتش دیگر کس معین کند تا اینکه همین خیلی تا قیامت رود و انسان در قبرش است ثواب صدقه جاریش به او رفتن میگرد. مثال های وقف بسیار است که ما یک جمعه درباره وقف و احکام آن صحبت کرده هستیم. او علم ينتفع به، دومین عملی که بعد وفات انسان کنده نمیشه این علم است که بعد وفات انسان علمش باقی میماند. ببینید امام بخاری رحمت الله علیه امروز در بین ما زنده هستند، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در بین ما زنده هستند، علم آنها باقی ماند. عجایب وقتی که انسان برای الله تعالی خدمت این دین مقدس اسلام میکند الله تعالی علمش هم محافظت میکند. نوشته های شیخ الاسلام از موزه های اروپا با پوله های قیمت جمع کردند. 2 نفر عالم 40 سال وقتی خود را صرف کردند تا فرانسه تا گرمانیا هر یک موزه که دارند در آمدن حتی کتاب های شیخ الاسلام را با خط خودشان یافتند. خط شیخ الاسلام است سبحان الله، حتی نسخ نیست. بسیار نسخه های یافتند. مجموع الفتاوی بینید چند جلد است، 37 مجلد است. منهاج السنه 9 مجلد، در او تعارض 11 مجلد، استقامت 2 جلد. عموما کتاب های شیخ الاسلام رحمت الله علیه تا امروز با از نو برآورده ایستادند. نباشد یک سوال بود آمد شیخ الاسلام جوابش نوشته فرستاندند به همه آدمی سوال دادگی، انا همین یک پارچه و رقم یافتند. امروز در بین ما در کتاب ها ایستاده است، فتواهاشون رو میخوانیم. بعدی وفاتت هم برای تو ذخیره میشه، تو در قبرت خواه میری کتابت مردم تعلیم میدهد، علمت مردم میرساند. بعدی وفاتت هم ثوابش رفتن میگیرد تا قیامت کنده نمیشود. و در بعضی نسخه ها و یبقا ذکره آمده است، و یبقا ذکره این ذهبت، ذکرت باقی میماند، نامت باقی میماند. واقعا نام علمایی که خدمت کردند. او در زمان امام مالک وقتی که امام مالک رحمت الله علیه موطأ نوشتن، اولین کتابی که مسلمان ها میدانند یعنی موطأ امام مالک است. بنابراین امام شافعی گفتند که بعد قرآن صحیح ترین کتاب موطأ مالک است گفتند. لیکن امر مسلمان ها مستقر به آن است که بهترین و صحیح ترین کتاب بعد قرآن کریم صحیح بخاری است. سخن امام شافعی به سخن این قدر علما زید آمد. سخن کی را میگیریم؟ سخن شافعی پیش از پیدا شدن صحیح بخاری بود. آخر موطأ مالک حدیث های ضعیف دارد، لیکن به هر حال موطأ مالک اطراف 2000 حدیث دارد و امام مالک وقتی که کتاب نوشتند و نامش موطأ ماندند، آدم ها همه موطأ نوشتند با نامش هم موطأ ماندیان. بعد گفتند که کثر الموطئات، ای امام ابو عبدالله مالک این موطأ ها زیاد شده است، همه موطأ نوشته است. هر آدمی که حدیث جمع کرده است یک کتاب کردیان با نامش موطأ ماندن. بعد امام مالک کلمه مشهور خود را گفتند که فسیبقى ما ارید به وجه الله، از این موطأ ها آن موطأ در دنیا باقی میماند که رازگی الله خواسته شد از در وقت نوشتنش. یعنی علم اینه که انسان جمع کند با به مردم رساند، فقط نه، برای این اخلاص لازم است، برای این دیگر شرط و شروط ها لازم است. بنابراین یگان موطأ در دنیا نیست غیر موطأ مالک امروز. ببینید الله تعالی قبول داد، ذکرش باقی ماند. و رفعنا لك ذکرک، ای پیغمبر صلی الله علیه و ما ذکری تو را بالا برداشتیم. مفسرها میگن که یعنی هر جا که نام الله تعالی ذکر شد نام پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر میشه، مانند کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و مانند اذان و مانند خطبه ها
در همه جایی که الله تعالی ذکر میشد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میشه. و شیخ الاسلام میگن که و کسی که طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل کند، برای احیای سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دنیا زندگی کند و اجتهاد و کوشش کنند، ذکر او هم باقی میماند. و رفعنا لک ذکرک، ما ذکر تو را بالا میبرداریم. بنابراین پیغمبرها میگفتند که وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، برای من زبان صدق در آخرین ته، یعنی نامم به نیکی در این دنیا ماند. بنابراین واقعا اجر طالب علم، اجر عالم بعد از دنیا رفتنش کنده نمی شود. و محمد علی ابن عبدالودود الهاشمی بابای استادمان یک نظم دارند در این باره که اصلش حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که هر یک انسانی که خیر را به مردم میرساند، الدال علی الخیر کفاعله، دلالت کننده به کار خیر مانند اجرا کننده کار خیر است. یک طهارت را به فرزنداتون تعلیم دادید، فرزندم اینجا بیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که طهارت کنن بسم الله میگفتن، بعد دستانشان رو میشستن، بعد به دهانشان آب میگرفتن، مزمزه میکردن، به بینی آب میگرفتن. طهارتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به 5 نفر فرزنداتون تعلیم دادید. تا روزی که اینها زنده هستند و طهارت میکنند، از هر یک طهارت اینها برای شما ثواب میبیاید. و اینها اگر به فرزندانشان و به شاگردانشان تعلیم دهند، ثوابی چند نفری که باشد هر وقتی که طهارت کند به شما میبیاید. شما چقدر به مضاعفاً ثواب میبیاید و همین قدر ثوابی که به شما آمد از ثواب شما کم نکرده به استادتان میرد، یا از یک شما همین قدر میرد به استادتان، از شاگرداتان، از کل شاگرداتان به شما چقدر اگر ثواب بیاد به استادتان همون به پررگی میرد. و به استادتان که با شاگردای غیر شما دیگر دارد ثوابی زیاد جمع میشد، همون ثوابهاش به استادش میرد. انا همین را تا پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد علی ابن عبدالودود الهاشمی به نظم کشیده میگن که و کل اجر حاصل للشهداء او غیرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على اجور ما كان النبي فعل. هر اجری که به شهیدها حاصل میشد یا غیر شهیدها، مانند علما، مانند زهدا، زاهدانی که مثلا پرهیزگاری از دنیا میکنند، پنجشنبه دوشنبه روزه میدارن، نماز میخوانن، ذکر میکنن، هر یک سبحان الله که میگن، ثوابش به استاد و به استادانشون همین گونه آخرش حصل للنبی مثله، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میره. برای چی؟ برای اینکه کی اصلا این چیزا رو برای امت تعلیم داد؟ پیغمبر علیه السلام. چقدر آدم ها در دنیا عملی خیر کنند و حاجتی ثواب و ثمره این قرآن را به پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشیدیم ندارد. خواهید نخواهید به طریق اتوماتیک به پیامبر صلی الله علیه و سلم، نه فقط همین ثواب شما، فقط ثواب شما، ثواب استادانتون مضاعفاً چندین مراتبه اضافه شده به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرد. مع مزید عدد لیس یحد و لیس یحصی عده الا الاحد، همراهی اون عددهایی که کسی شماریده نمیتواند، غیر ذات احد، غیر ذات یگانه دیگر کسی شماریده نمیتواند اون اجر را. اذ کل مهتد و عامل الى یوم الجزاء شیخه قد حصل له من الاجر كاجر العامل و مثل ذا من ناقص او كامل و شیخ شیخه له مثلاه و هكذا و اربع لثالث تلاه و هكذا تضعیف كل مرتبه الى رسول الله عالی مرتبه صلی الله علیه وسلم. و شیخ شیخه له مثله، استادتان ثواب شما را میگیرد. و شیخ شیخی، استادتان له مثله، برای و دوچندی استادتان. و هكذا تضعیف کل مرتبه، همین گونه هر یک مرتبه اجرش مضاعف می شود.
اجرش چندین مراتب زیاد میشد. الی رسول الله عالی مرتبه، تا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که عالی مرتبه هستند صلوات الله و سلام علیه. بعد گفتن که و من هنا یعلم تفضیل السلف و سبقهم فی فضلهم علی الخلف. از همینجا فضیلت سلف فهمیده میشد و آنها پیش گذشتن از خلف. هر عملی که میکنید شما قسم به نام الله بخاری گذشته نمیتونید. اگر 24 ساعت خواب نکرده کوشش و غیرت کنید بخاری را نمیتونید گذشته. برای چی؟ برای اینکه یک اجری که شما میگیرید تا امام بخاری میلیارد ها شده میرد. تا بخاری میلیارد شده میرد. شما یک سوم به دست برید امام بخاری عینی حال در قبرش میلیارد میگیرد. چقدر شما نزدیک میشید؟ دو اجر حاصل کنید 2 میلیارد مثلا حاصل میکنند. نمیشد پیش گذشت. هر چقدر نزدیک میشید همون قدر آنها دور میشوند. و من هنا یعلم تفضیل السلف، از همینجا فهمیده میشد فضل سلف و سبقهم فی فضلهم علی الخلف. از خلف برای چی؟ اونها سبب بودن که تعلیم دادن. اونها هر سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم دادند و تعلیمات آنها به هم سبب آنها تا زمانه ما رسید. علاوه خصوص آنهایی که کتاب نوشتن مانند امام بخاری، مانند امام ترمذی، مانند امام مسلم و غیر از علما علمشان گذاشته رفتن و تا امروز اجر و ثواب برای آنها میرد. این است فایده علم که وقتی که شما از دنیا میگذرید فایدهش برای شما رفته میرسد. وقتی که در دنیا هستید از لذت آن با خبر هستید، به سبب علم حلال و حرام را میدانید. هر چی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم. و هو العذب المهند لیس ینبو تصیب به مقاتل من ضربت. بعد از آن ناظم گفتن که هو العذب، علم عذب گفتن. عذب شمشیری بی نهایت تیز، یعنی شمشیری کند یا شمشیر عادی نه. علم هو العذب گفتن. علم اگر علم چیزی معنوی هست، اگر ما اینو به چیزی حسی اگر ما مانند کنیم و مانند شمشیری تیز است. المهند از آهن هندی آماده شده است. یعنی هندوستان آهن‌های با قوت داشتن. آن آهن‌هایی که از هند تاجرها می آوردند و از آن شمشیر می ساختند، اون شمشیرها شمشیرهای با قوت بود. هم تیز است و هم هندی هست. لیس ینبو لیس یضعف، ضعیف نمی شود. و بعض علما در تفسیر لیس ینبو گفتن که یعنی این یک شمشیری که در وقتی زدن در جایی که شما نیت کردید خطا نمی کند. هم جایی که شما نیت کردید که همونجا رفته می رسد. شمشیر وقتی که فلان جاشو میزنم گفته نیت کرده، انا همونجا وقتی که روانه کردید شمشیر راهی کج انتخاب نمی کند. از سبب با قوت بودنی آهنی شمشیر. هو العذب، او شمشیر است و شمشیر تیز است، هندی هست. با در وقتی زدن خطا نمی کند جایی شما نیت کردگی را. تصیب به مقاتل من ضربته. مقتل جای بعضی اعضا هست که آدم نمیکشد. مثلا دست بزدید نمیمرد، انسان جراحت میگیرد، از عضو شاید محروم میشد ولیکن نمیمرد. لیکن هست موضع هایی که مقاتل میگن، جایی که به یک ضربه به قتل میرساند. اگر تو علم داشته باشی، علم شمشیری هست، تیز است، از آهن هندی آماده شده است، در وقتی زدن خطا نمی کند. وقتی که میزنی به مقتل میزنی، به مقتل، به جایی که به سبب رسیدن شمشیر اما انسان هلاک میکند. مقاتل من ضربته، شخصی که میزنی جای جانش رو میزنی. یعنی وقتی که کسی به عقیده باطل، به مذهبی باطل، به فکری باطل مردم را دعوت میکنه، تو علم داشته باشی گویا که تو با شمشیری تیزی که از آهن هندی آماده شده است و در وقتی زدن خطا نمیکنی با آن میزنی و با در وقتی زدن خطا نمیکنی با به جایی که او را به قتل میرساند به همان جا میزنی. گفته علم را به شمشیر مانند کردم. و
و هو العذب المهند لیس ینبو تصیب به مقاتل من ضربت. واقعا علل خصوص در آخر زمان که فتنه ها زیاد می شود، مردم حاجت به علما دارند. بنابر یک مقاله مشهور است که الفتنه اذا اقبلت عرفها العلماء. وقتی که فتنه روی آورد، حالی فتنه نه آمده است و آمده ایستاده است از دور، والفتنه اذا اقبلت عرفها العلماء. اگر فتنه روی آورد علما میدانند که همین فتنه است. و اذا ادبرت، فتنه وقتی که قفا گرداند، عرفها العامه، عامه ها میفهمیدند. سالهای 2005 بود، یک برادر به یک طالب علم دیگر از کشور یمن میگوید که به دیار ما میگوید یا مردم پیدا شدن که دعوای سلفیت میکنن، غلو در ولات الامور میکنند و طعنه به علما میزنند و ولات الامور رو از حد حدودش حتی بالا برداشتند. همین خیلی آدم ها پیدا شدن. میخندد یمنی، میگوید که این به کشور شما نو اومد. میگوید چه خیلی که مثلا بعضی چیزها تکنولوژی هم به بعضی کشورهای عقب مانده آخرین رسیده میبیاید. این میگوید نو به شما اومد سال 2005. این نو به شما اومد. بله نو اومد، حالی کم هستن در بعضی کشورها، در بعضی شهرها ما هستن، فقط در پایتخت ها فقط. میگوید که این 20 سال پیش در ما با آخر رسیدگی بود. میگم یعنی اوجش به رسیده بعد تمام شدگی بود. حاضر نیست خیلی فتنه در جای ما. ببینید بعضی چیزها در بعضی همسایه دولت ها بود. سالهای 97 رفع الیدین پیدا شده بود و اشاره سبابه به درجه فتنه رسیدگی بود. مردم فتنه کردن، مذهبی حنفی، مذهبی شافعی، جنگ و جدال. سال 97 در همسایه کشور بود، او سال 2015 بعد به ما رسید. بعد مردم این چی نویگری، چیزی نو پیدا کرد. چقدر چیزی نو است؟ 1400 سال پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم کردگی هستند، نخودم این نو باشد. بعد به دیار ما اومد. یعنی فتنه وقتی که فتنه، منظور من فقط مثال آوردم از این بعضی سنت است. مثلا فتنه وقتی که آمد می آید روی آورده ایستاده است، علما میفهمند که همین فتنه است. و اذا ادبرت، وقتی که قفا گردان، عرفها العامه، مردم عوام بعد میفهمند که وای فتنه بود است و ما در وقتش نفهمیده خطا کردیم. بعد میفهمند. بنابراین ما حاجت به علما داریم. بنابراین گفتن که این علم مانند شمشیر است. بعد گفتن که و کنز لا تخاف علیه لصا خفیف الحمل یوجد حیث کنت. علم کنز است. گفتن کنز، گنج. کنز گفته در زمانهای قدیم طلای نقره را می گفتن. اگر در یک جا طلا و نقره را ذخیره کنند کنز می گفتن. و کنز لا تخاف علیه لصا. علم یک کنزی هست که از دزد نمی ترسی. مردم در زمانهای قدیم برای انتقال طلا و انتقال نقره از این کشور به آن کشور خیلی عذاب میکشیدن پیش از برآمدن پولهای نقدی. و الان به عوض آن مثلا در زمان ما این کارت‌های و حساب‌ها برآمد. به هر حال از دزدها ترسیده می شود. رقم سری را دزدیدنش ممکن، رقم سری را کشادنش ممکن، دزدیدن مبلغ از طرف خکرها ممکن است. لیکن علمی که در قلب حفظ کرده ای، کنز لا تخاف علیه لصا، یک کنزی هست که حتی از دزدها پروا نداری. خفیف الحمل یوجد حیث کنت، برداشتنش سبوک است. در کجایی که باشی هست همراهت. مسجد می روید، علم همراهت. بین مسجد و بین خانه پیشتر مردم علما را لازم می گرفتن. ما اینه به چشم ما دیدیم. از خانه عالم تا مسجد مردم سوالهای خود، حاجتهای خود را می پرسیدن. و از مسجد تا خانه عالم. و استاد ما شیخ محمد
شنقیطی میگفتن که وای بر حال آن عالم، وای بر حال آن دکتر و پروفسوری که بلندترین عنوان علمی را گرفته است و یگان انسان از وی سوال نمیتید، علم نمیپرسند. یعنی علمی او علمی بی برکه است، مردم از وی فایده گریه کند. به این حالتش میگم کدام آدمی که علم داشته باشد، دکتر باشد و یگان آدم از وی یک احکام شریعت را نپرسد، بر این حالتش گریه کند که الله تعالی او را برای چی به این بهترین راه که تعلیم شریعت، رسانیدن امر الله و رسول موفق نکرده است، به این حالتش گریه کند. میگم بر کجایی که رفتید علم همراه شما هست. پول همه وقت گرفته نمیشد، کارت در خانه مانده است، تلفن در خانه مانده است، پول در خانه مانده است، پول در بانک است. حتی اگر انسان زندانی شودم علمش همراه خودش است. پولدارها پولاشون برده نمیتونن، صاحبان باغاشون برده نمیتونن، کم کم میبیاد، لیکن علم همراهی صاحبش هست و کنز است، واقعا چیزی مبارک است. الله تعالی میگه که کتاب انزلناه الیک مبارک، این کتاب از قرآن کریم ما به تو نازل کرده مبارک است. و الله تعالی هم در سوره عنکبوت میگه که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه این قرآن آیات های بینات است، پر علم است، فی صدور الذین اوتوا العلم، در قلب آنهایی که علم داده شدند. علم در قلب آنها هست. بنابراین در صحیح مسلم ثابت است که ابو زید عمرو بن اخطاب رضی الله عنه میگوید که صلی بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم الفجر و صعد المنبر. یک روز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی ما نماز بامداد خواندند و به بالای منبر برآمدند. ببینید بامداد خواندند و به بالای منبر برآمدند. فخطبنا حتی حضرت الظهر، ما را خطبه کردند، برای ما از شریعت رسانیدن حتی وقتی نماز پیشین شد. ببینید فنزل فصلى، فرا آمدند و نماز پیشین خواندند. ثم صعد المنبر، سپس به بالای منبر برآمدند بعد خواندن نماز پیشین. فخطبنا حتی حضرت العصر، پس ما را خطبه کردند حتی وقتی نماز عصر شد. ثم نزل، ثانی فرا آمدند و فصلى، نماز عصر را خواندند. ثم صعد المنبر، سپس به بالای منبر برآمدند. فخطبنا حتی غربت الشمس، پس ما را خطبه کردند حتی آفتاب غروب کرد. یعنی تا نماز شام، از نماز بامداد تا نماز شام خطبه کردند. فاخبرنا بما کان و بما هو کائن، برای ما خبر دادند از آن چیزهایی که بود و از آن چیزهایی که می شود. از ابتدا سر کردند. عن اول هذا الامر، الله تعالی بود، همراهی و دیگر چیزی نبود، عرش او در بالای آب بود. همین گونه از تاریخی ابتدای تاریخ دنیا شروع کردن تا قیامت، تا مردمی اهل جنت به جنت در آمدن و تا اهل دوزخ به دوزخ در آمده شدن برای ما صحبت کردند. فاعلمنا احفظنا، عالمترین ما حافظترین ما هست. کسی که همین سخنهای حفظ کرد و عالمترین ما بود. ببینید فضیلت حفظ را. بنابراین گفتن که و کنز لا تخاف علیه لسان، علم کنزی هست که از دزد نمیترسی. حتی اگر دزد شما را دستگیر کند، جراحت کند قلبتان یا عقلتان، اختلاف است که علم در عقل است یا در قلب است. قول صحیح همین که علم در عقل هست میگن، یعنی در دماغ است، در سر انسان است، ولی ادارهش در قلب است. فرض کرده مثلا اداره یک زواد در یک جای هست، در منطقه مثلا شهر است، ولی مستودعش یعنی سکلدش در یک قشلاق است، در سکلد آدم های با عقل در بیرون از شهر، در شهرهای ارزانک، زمیناش ارزان است، همونجا ها میکنه.
و از آنجا با دسترس میکنن مواد. یعنی که اداره در قلب است. قول بعضی علما از جمله محمد امین شینقیطی رحمت الله علیه، ولیکن سکلدش گوییم در عقل، در چی هست؟ در دماغ است. خود عقلم الله تعالی آیا عقل نمی کنید؟ آیا شما نمی فهمید با قلب هاتون گفتگی است؟ بنابراین عقل در قلب است یا در دماغ است گفتگی مسئله هست. خلاصه الله تعالی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم در قلبی آنهایی که علم داده شدند. قرآن در قلبی آنهایی که علم دارند گفت. بعد وقتی که این صحابه این قصه را نقل کردن گفتن که فاعلمون احفظون، عالم ترین ما، حافظ ترین ما. گفت کسی که حفظ کرد و میداند همه چیز را، آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن. اگر رفتو اگر مثلا دزدها یک عالم قپیدند، جراحت کردن، خواه قلبشه خواه دماغشه، نمیتونن علم از آنجا بریده پرتایند، برای آنکه علم معنوی هست. علم در حتی در قلب و در دماغش کافته نمیآوند که بریده پرتانو بعد جراحت و یک آدمی بی علم شود. و کنز لا تخاف علیه لص، علم یک کنزی هست که از دزد نمیترسی. خفیف الحمل یوجد حیث کنت، برداشتنش سبوک است، هر کجایی که هستی علم آنجا هست. بنابراین امام شافعی گفتن که علمی معی حیث ما یممت یتبعنی قلبی وعاء له لا جوف صندوق ان كنت في البيت كان العلم فيه معي او كنت في السوق كان العلم في السوق. علم همراهی من از هر کجایی که باشم گفتم. و قلب من ظرف علم من است، صندوق علم من است. اگر در خانه باشم علم در همراهی من در خانه است، اگر در بازار باشم علم در بازار است. ابو محمد علی بن حزم ظاهری رحمت الله علیه وقتی که خلافی 4 مذهب گپ میزدن، مذهب ظاهری زنده کردن، کتابهاش سوزاندن مردمی متعصب های 4 مذهب. بعد گفت که فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. اگر دفترهای سوزانیده باشند، اداره، اساس، سرچشمه که از آنجا برآمده به دفتر نوشته شده است اونجا رو نمیتونن نیستون. علم در صدر من است، هر کجایی که رفتم علم همراهی من است. اگر در یک جا قرار گیرم قرار میگیرد، حرکت کنم حرکت میکند. و یدفن فی قبری، در قبرم همراهی من دفن میشد. بنابراین احمد بن خلیل گفتن که لیس بعلم ما حوا القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر. آن چیزی که در داخل کتاب‌های دفترها هست او علم نیست، بلکه علم آن چیزی که در قلب است. گفتن امام احمد ببینید یحفظ الف حدیث، 1,000,000 حدیث از یاد میدانستند. هم حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم در نظر داشته شده و هم سخن های صحابه ها و سخن های تابعین همیهان همش حدیث میگفتند. 1,000,000 حدیث از یاد میدانستند. ابو زرعی رازی 700,000 حدیث میدانستند، در تدریب الراوی امام سیوطی آوردند. و سبکی در طبقات شافعی کبرا از غزالی یک نقلی کردند، میگن که غزالی وقتی که علم میگیرد و به شهر خودش روانه شده میستد، در خورجینش کتابها داشت، چیزهایی که نوشته بود علم را، دزدها میدزدند. بعد از خفای دزدها میدعوت، التماس میکند، به نام الله میترساند که ای مردم آن چیزی که در این خورجین ها هست این علم است، این پول و مال نیست، چیزی که به شما در کار از این چیز شما فایده هم نمیگیرید. بعد گفت که چی است؟ گفت همین تعلیقات من از هر چیزی که من علم گرفتم نوشتم. حتی میگویم که بعضی ها مبالغه کرده، همه چیز رو نوشته بود. یگان چیز حفظ نکرد، حتی و علیکم السلام و رحمت الله گفتن به سلام کسی هم نوشتگی بود. یا آدم سلام تید از کتابا خوانده و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته میگفت. میگن شاید مبالغه باشه، یعنی حفظ نکرد هیچی رو. میگن بعد دوز نصیحت میکنه، اول مسخره میکنه، عیب میکند که آخه این علم باید به حفظ میکردی. بعد میگن رفته علم گرفت و این وزیر
نظام الملک هم نقل کرده است در بعض کتاباش. وزیر میشناسید؟ وزیری نظام الملک، وزیری الپ ارسلان بود و وزیری فرزنداش نبیره هاش بود. یک وزیری کلام گذشته است، وزیری سلجوقی ها. و هم در بعض کتاب هاش همین قصه نقل میکنه. مقصد همین که علم را باید انسان حفظ کند. طالب علم باید علم را حفظ کند. برای یکی از فایده های علم همین که علم در هر کجایی که عالم هست، علم همراه خودش هست. یزید بکثرت الانفاق منه و ینقص ان به کفا شددت. و به سبب نفقه کردن علم زیاد می شود و کسی که اگر کفی خود را محکم دارد، یعنی از نفقه کردن و از صدقه کردن علم خودداری کند، علمش کم میشه. کدام آدمی که علمش به مردم تعلیم میدهد، علمش زیاد میشه. کدام آدمی که به مردم علم نمیدهد، علم از بین میرود، علم کم میشد. واقعا این همه میداند. کسی که علمش به مردم نمیرساند، علم روز از روز از بین میرود. یک شخصی مانند عوام شده میموند بعد گذشتن سالهای. در همین قدر کفایتی میکنیم. انشاءالله در صحبت آینده منظومه را دوام میدیم. این منظومه ابتدایش بسیار پرمعنا هست. حتی بعضی عالمایی که شرح دادن گفتن که ما در شرح ابتدای این وسیع میستیم برای آنکه بسیار مصنف، یعنی که پر حکمت سخن کرده است. حالا ببینید هر یک نظم هاش تکرارا اگر خوانید بسیار فایده میگیرید و نظم های بعدی بعد بعضیش تکرار می آید. شرط نه که در آنجا بعد شرحی وسیع داده شود. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.